در حال انتظار هستیم. عرض ادب. سلام. علیرضا جان، سلام. جون آقا سعید، شما در حال مشارکت بودید، لطفاً ادامه بدید و وقتم رعایت کنم. وقتم رعایت کنید، ممنون میشم. چشم، رو چشم. آره سعید، این در مورد اون چیز بود، بحرانهای ابتدایی که دلیل این بود که من بیام برنامه 12 قدمی کمک بگیرم. اما چرا موندم تو برنامه و چرا هنوز که هنوزه میام توی برنامه بهبودی؟ به خاطر اینه که هنوز خوب نشدم حقیقتش. بله. هنوز که هنوزه من از صبح که بلند میشم، اگه روزمو با دعا شروع نکنم، اگه مراقبت نکنم از خودم و اگه یه خود قدم ها رو تو زندگیم نداشته باشم، من جزو اون دسته هستم که باز دوباره ضریب خطاهای من بیشتر میشه. یعنی اصلا نمیتونم ادعا بکنم که حالا چون 18 سال تو برنامه هستم پس من ایزوله شدم و دیگه از من خطایی سر نمیزنه، من دیگه نمیدونم تو خاکی نمیرم. اصلا اینجوری نیست. اتفاقا مرموزتر میشه، پیچیده تر میشه داستان بیماری. شاید به یه عضوی که 4-5 سال پاکه میخواد یه روش ساده تر آسیب بزنه، به یه عضوی که یه ذره 10 سال پاکه اگه روشی دیگه. همین جوری حتی من با اعضای قدیمی تر که تو رابطه هستم نگاه میکنم، اونا هم مثلا همین مشکل رو دارن که آقا مثلا مریضی من امروز از قسمت سوء استفاده کردن از اعتماد و اعتبار دیگران میخواد بیاد آسیب بزنه. مریضی من تو قسمت مثلا خود بزرگبینی میخواد. یه موقعی هست اصلا سعید خود همین تایم پاکیه میخواد گول بزنه منو و میخواد ببنده دریچه افکار منو، میخواد ببنده و اصلا گیرنده هامو میخواد خاموش کنه، خب که دیگران انگار چیزی ندارن برای من. حالا خدا رو شکر آدم زمانی که تو برنامه هستش، زمانی که رابطه خوبی آدم با خودش داره، مچ اینا رو میگیره و گفتگو کردن در مورد اینا باعث میشه که آدم ازشون آسیب نخوره. همون روزی که من فکر کنم که بیشتر از شماها میدونم، همون روزی که من فکر کنم که کارم خیلی درست شده، همونجاست که اصلا ارتباط من با بهبودی قطع میشه. هنوز که هنوزه با اینکه خیلی اتفاقای خوبی تو زندگی من افتاده، با اینکه خیلی تحولا به وجود اومده، ولی صادقانه‌اش هنوز بحرانم هستش. بحرانم از اینجا میاد، تقصیر هیچ کسی نیستش. از خدا میخوام کمک هممون بکنه که بتونیم کنار هم دیگه یک روز بتونیم از تجربه هم دیگه استفاده بکنیم و بتونیم کنار هم دیگه با عشق زندگی بکنیم و از هم استفاده بکنیم. بازم خواهش میکنم برای این دوست من که درگیر این ویروس شده، هر کسی که قدم 11 داره، هر کسی که به هر طریقی ارتباطی با معبود خودش داره، حتما برای این دوست من دعا بکنه. حرف من تموم شد سعید جون، دستتم در نکنه. من علیرضا جان، دم شما گرم. امیدوارم که هرچی که خیر و صلاح اتفاق بیفته و خداوند همه مریضا رو شفا بده و این دوستمون رو خداوند نگاه ویژه‌ای بهش بکنه. قربون تو برم. آمین. زنده باشی. شب خوبی داشته باشی. عاقبتت بخیر باشه. منم میرم. بازم من ازت معذرت میخوام اگر شوخی کردیم. نه سعید، من شوخی کردم. من اصلا میخواستم سعید دوباره که وضع شدم
برم شیطنت کنم، برم تو همون راه دوباره مثلا هم صدای دمپایی لاانگشتی و اینا ببینم دیگه چی میگی. میخواستم یه خود شخصیت تو بشناسم سریع. من اگر دوباره این کارو میکردی بازم میخندم، 10 بار این کارو میکنی میخندم باز. قربونت برم سعید جون، عزیز دلم. همیشه ازت انرژی مثبت میگیرم آقا از همه ببخشید بچه‌های این گروه. باهات شوخی کردیم، ببخشید آقا علیرضا. نه خواهش میکنم احسان جون، مخلصم داداش، فدات بشم الهی. مخلصم. شب خوبی داشته باشی، خدا نگهدار. به همچنین ممنونتم داشت سعید. اگه اجازه بدی من گوش بدم به حرف بچه‌ها. قربونت برم، باشید. مخلص. درود بر شما. سلام، خسته نباشید. قربونت برم، مرسی. سلام. شما خسته نباشید. منم امینم، یک الکلی معتاد. درود بر از شما امین جان. خداوند قربونت برم، از خداوند سپاسگزارم خاطر این لحظهش که در جمع شما هستم و خیلی خوشحال شدم که مشارکت دوستان رو گوش دادم و هم وظیفه خودم دونستم که اون از این تجربه‌ای که داریم، از اون عشقی که هست، اون دوستای تازه واردی که الان تو لایو هستن و بتونیم این تجربهمون در اختیار اونا هم بذاریم. و حالا در مورد موضوع جلسه چی بود؟ چه میشه بحران‌هایی باعث میشه که امروز ما به بهبودیمون رو بیاریم؟ آره در مورد بحران ها صحبت کردیم. حالا من همین اول به تو بگم، چون من برنامه‌ام 12 قدمیه، ولی من برنامه ای رو دنبال میکنم و بهبودیم اونجا بوده و قدم ها رو کار. حالا در مورد این چی بحرانه که وارد شد، من آخرین روزای مصرفم یادم میاد که دیگه هیچ راهی نداشتم. تمام مواد مخدر رو من مصرف میکردم. من شیشه میزدم، میمدم الکل میزدم، میرفتم تریاک میزدم، دوا، اصلا نمیدونم، متادون، نمیدونم، نیکوتین. دیگه من اینقدر مصرف کردم که دیگه یه حالت دیوونگی به من دست داده بود دیگه. نمیدونم، فقط فکر میکردم، نمیگفتم خدای منو پاک کن، خدای اصلا منو جمع کن، من دیگه نمیخوام زندگی کنم، من دیگه توانشو ندارم، من اصلا فکر نمیکردم من یه روز پاک بشم. ولی یه اتفاقی برای من افتاد و همون لحظه هایی که صدای خدا میزدم یه اتفاقی برام افتاد. یکی از دوستان منو برد کمپ و پاک شدیم و اصلا نمیدونن چه اتفاق افتاد. اون موقع هیچ انجمنی نبود بچه، ای نبود، ای نبود، هیچ که نبود. فقط یه نیروی بود که منو آخرین روز مصرفم منو برد تو اون کمپ سمزدایی، پاک شدم. و از اون لحظه که از اون مرکز ترک اعتیاد اومدم بیرون، الان یادمه، نمیدونم چی شد، من پاک شدم، نمیدونم چه اتفاق افتاد. اونجا هیچ انسانی به من کمک نکرد، اصلا راهنما نبود، نشریات نبود، جلسه ای نبود، فقط یه نیروی بود، اون نیرو خداوند، اون نیرویی که شب آخری منو نجات داد. و من وارد انجمن که شدم، به من گفتن تو باید راهنما بگیری، انسان ها بهت کمک کنن، دانش اومد وسط، اینا اومدن وسط و من فهمیدم که این نیروی جاشو داره جابجا میشه، انسان ها دارن جای اون نیروی رو تو زندگی من میگیرن. و لحظه که من با برنامه 12 قدمی آشنا شدم، به من گفت، من فکر کردم فقط مشکل من مصرف مواد مخدره. بعد که اومدم تو انجمن گفتم بابا یه بیماری تو داری، این بیماری فکریه و مصرف تو فقط یه علامتی بیش نبوده. و امروز تو به خاطر اون بیماریت که اینقدر شدیده میگش تو خیار بودی شدی خیارشور. ما مثل انسانهایی هستیم که یه پامون از دست دادیم، دیگه نمیتونیم بریم مسابقه تو. من دیگه تا آخر عمرم این بیماری همراهمه. این بیماری میگه قدرتش خیلی از من بیشتره، فراتر از اونی که من فکر میکنم هست، چون در هر لحظه 1000 تا فکر تو سر من رد میشه. ولی انجمن گفت تو یه نیروی میخوای که فراتر از نیروی
امین باشه، فراتر از نیروی بشری باشه، فراتر از دانش باشه، فراتر از این، میگه اون نیرو فقط خداونده که میتونه به فکر تو جهت بده، به تو آرامش بده و تو رو از این منجلا بیرون بکشه. و از اون لحظه که تو قدم دو من ایمان به اون نیرو بردم، دوستان این یه شهادتی من میدم، و از لحظه که من اون ایمان آوردم و خداوند قلب منو لمس کرد و حضورش در زندگی من اومد، 4 سال من دارم با این نیرو زندگی میکنم، 5 سال الان با این نیرو زندگی میکنم و نمیدونم چه اتفاقی برای زندگی من افتاده. میگه خداوند کاری برای ما انجام داد که ما قادر به انجامش نبودیم. من آدمی نبودم که یکی از وعده‌های موادمون نزنم. من آدمی نبودم که امروز اینجوری بشینم جلو شما اینجوری صحبت کنم. منو خدا از یه توده زباله آورد و امروز شخصیت به من داد، آبرو به من داد، اعتبار داد و تو جامعه همه دارن میان دنبال من و من اینو مدیون خداوند هستم. و اینو دوستان میگم که نه که میخوام خدای نکرده چیزی رو بگم که من خیلی چیزی حالیم هست و من الان میدونم نمیتونم، فقط هرچی هست خود خداونده و او خدایی که خودمون درکش میکنیم. هر کسی درکش از خدا یه چیزی هست و من روزانه توی این قدم ها هستم و همیشه در اقرار به ناطقه میکنم و هدف برنامه یه چیزی هست بچه ها. هدف برنامه اینه که من در قدم 11 دعا کنم، تراز قدم 10 رو بگیرم، تو قدم 11 دعا میکنم و نیایش با خداوند دارم، چون اون خداوندی که این برنامه به من معرفی کرد میگه او صاحب کل دانش ها و قدرت هاست. میگه اون نیرویی که ما نمیتونیم درکش کنیم. اینقدر این خداوند بزرگه و عظیمه، اینقدر این خداوند با محبت هست، اینقدر این خداوند قادر مطلقه، یعنی نمیتونیم همه این خدا رو به فهم مثال چقدر ما ضعیفیم. یه دفعه یه راهنمایی رو از خدا قدرتش بالاتر میبینیم، یه کتابی رو از خدا قدرتش بالاتر میبینیم. میگه تو همه رو ول کن، من اصل بنیادم. میگه من پدرم و شما فرزندان من هستید، بیا و امشب میگه قلب تو به من بده، من بیام وارد زندگی تو بشم و حضور تو رو میبینی، قدرت من رو تو میتونی در زندگیت احساس. اون دوست بیمارستان هست، من امشب براش دعا میکنم و از خداوند شفاعتش رو میگیریم، چون خدای ما قادره، چون خدای ما خدایی هست آخریمونه. و هدف برنامه‌مون یه چیزه دوستان، فقط هدف اینه که ما این قدم‌ها رو کار کنیم، بریم به یه همدردی کمک بکنیم و تمام اون چیزهایی که ما داریم انجام میدیم، تمام قدم‌هایی که انجام میدیم، تمام خدماتی که داریم میکنیم، تمام کتاب‌هایی که ما میخونیم، هدفش یه چیزه. میگه هیچ چیزی به تو نمیتونه کمک کنه، هیچ چیز. نه راهنما میتونه حالتو خوب کنه، نه دانش میتونه حال خوب کنه، نه جلسه میتونه، روزی 100 تا جلسه. میگه فقط تنها برو به یه همدردت کمک کن، همون لحظه حالت خوب میشه. همون لحظه تو تا فردا بشین دعا بکن، تو تا فردا بشین کتاب بخون، تو تا فردا بشین به فهم مثال لایف زنده نگاه کن. و میگه هیچ چیزی به تو کمک نمیکنه، فقط اینه که یکی همدردامون هستن، نیاز به کمک دارن، نیاز به عشق من و تو دارن و اونا هستن. و واقعا من سپاسگزار این خدایی هستم که امروز زندگی منو نجات داده و هیچ چیزی نذاشته و مشکلات مالی من حل شده، مشکلات زندگیم، خانوادم، در کنار زن بچم هستم و هیچ چیزی برای من دیگه نذاشته. خدا همه کارا رو برای من انجام داده و من این میگم یه خداوند صاحب کار تازه و قدرتمنده در زندگی ما. میگه وقتی تو بری کار منو انجام بدی، همه نیازهای تو رو من برآورده میکنم، همه نیازاتو برآورده میکنم. این خدای ما اینقدر قدرتمند، اینقدر با عشق، اینقدر با محبت و اینقدر دوست داشتنی. خداوند عاشق، خداوند میخواد که شما نجات پیدا کنید. میگه در قلبتو باز کن امشب، من میام وارد زندگیتون میشم و این لحظه‌ای که تو اون ایمانی که در درونت شما هست، من وقتی بیام همه چی رو برای شما تبدیل میکنم. چون
اون کتاب میگه خالق زنده هست، اون صاحب کل دانش هاست، اون دانا هست، اون قادر مطلقه، تمام قدرت ها. وقتی صدای ما رو خداوند داری همین جان؟ صدامونو بله داری عزیزم، عزیز؟ بله قربونت تو برم. دم شما گرم، ممنونم ازت، لطف میکنی و لطف کردی از تجربه در اختیار ما گذاشتی. قربونت تو برم. به دلیل اینکه زمان محدود هست و من از شما معذرت خواهی میکنم، دوست دارم بشینم استفاده بکنم و واقعا کلامت زیباست. به من یاد دادی امشب برای کسی که تعیین تکلیف کننده است تعیین تکلیف نکن، اون هست که تعیین تکلیف میکنه. دم شما گرم، من واقعا استفاده کردم، ممنونم ازت، قربونت برم. خواهش می‌کنم. در جمع‌بندی بکن حرفا رو و خب این زمان رو مد نظر داشته باش. یه دقیقه دیگه من صحبت میکنم. و دوستان ببین این خدا، حالا یه چیزی بهتون میگم، به ساده بهتون میگم، این کره زمین چقدر بزرگه و اینقدر بزرگه که ما نمیتونیم حتی بهش فکر کنیم چقدر بزرگه. ما اینقدر فکرمون محدوده که نمیتونیم حتی ماشینی که تو خیابونمون هست بشماریم میشه الان. و کره زمین به این بزرگیش، ببین آسمون ها به این همه بزرگیش، کهکشون به این همه بزرگی، میلیون ها ستاره ما در جهان داریم. میگه خداوند وقتی خواست دنیا رو بیافرینه نگفت که بریم یه چند تا مهندس از ارومیه بیاریم، چند تا از تهران بیاریم، چند تا از آمریکا بیاریم. میگه خداوند گفت و همه اینا آفریده شد. و خداوند اینقدر توانا هست. ببین خالق این همه ستاره، خالق این زمین، خالق امین، ببین چقدر بزرگه و چقدر خوبه که ما این خدا رو بشناسیم. این خدایی که حقیقته، این خدایی که میتونه با یک کلمه دنیا رو خلق کرده، با یک کلمه زندگی شما رو میتونه خلق کنه، با یک کلمه میتونه زندگی تو رو تبدیل بکنه. و چقدر خوبه که ما امشب قلبمون رو باز کنیم، بذاریم خدا وارد زندگیمون بشه. بذار دست از این آدما بکشیم، از این نیروهای انسانی میگه دست بکشید تا من بیام وارد زندگیت بشم. من همون خدای شب آخری هستم که تو رو نجات دادم و مواد ازت گرفتم و من میتونم نواقصای تو رو ازت بگیرم، من میتونم نقصای تو رو ازت بگیرم، من میتونم نقص شهوت تو رو بگیرم، من میتونم مشکل بیپولی تو من حل کنم، من میتونم به تو قوت بدم، قدرت بدم که بری خدمت کنی، بری به هم نوعانت محبت کنی و همه اونا رو دوست داشته باشی، به چشم خدا نگاه کن. تا قدرت خدا نیاد ما هیچ کاری رو دوستان نمیتونیم انجام بدیم. با تمام وجود دوستتون دارم، دعا میکنم و از خداوند میخوام که اون دوست همدردمون که الان در بیمارستانه، با تمام وجود از خداوند میخوام که امشب خداوند شفاش بده و بیاد شهادت بده در این لایو که بگه خدای ما زنده هست و خدای ما حقیقته و اون خدای ما شفا دهنده است. در نام پرجلال خداوند از خداوند میخوام که قلب همه شماهایی که در این لایو هستید لمسش کنید. دوستتون دارم و به خداوند بزرگ میسپارمتون. قربون شما، متشکرم امین جان، دم شما گرم، سرت سلامت، حال دلت خوب و هر آن چیزی که خواست اراده خداوند هست سر راهت قرار بگیر عزیز. شب خوبی برات آرزو میکنم. ممنون، مرسی. خدا نگهدارت. سلامت. احسان جان. من جام خوبه آقا سعید. جات خوبه؟ میخوای پتو بالش بیارم برام؟ بگو عزیز، میشنوی. به نام خدا، منم احسان معتاد، دوست همدرد شما. منم جا داره خدا رو شکر کنم به خاطر پاکی امروزم، به خاطر اینکه یه بار دیگه فرصت پیدا کردم تو جمع شما باشم، حس کنم این نیروی برتری رو که دوست عزیزمون میگه. واقعا از ایمانم استفاده کنم، باورش کنم، خدا رو بیارمش تو زندگیم و بتونم همیشه استفاده کنم ازش. ما خیلی وقتا تو مشکلات بیشتر میریم سراغ این نیروی برترمون و هیچ موقع شاید تو خوشیامون زمان مصرف هیچ وقت به فکر این ایمان و این نیروی برتر نبودیم که واقعا ازش کمک بخوایم و بخواد دست ما رو بگیره و وارد انجمن بکنه. من یه زمانی دوران طلاییم سعید جان
مواد رو مصرف میکردم، آگاهی از انجمن نداشتم، باشنایی نداشتم. بعد از 5-6 روز که قطع مصرف میکردم فکر میکردم دیگه مشکل مواد من حل شده، اصلا دیگه هیچ مشکلی ندارم، خیلی راحت موادمو میذارم کنار و همین افکارم باعث میشد دوباره بعد از 6 روز 7 روز دوباره برم مصرف کنم. دیدم نسبت به جامعه‌ام، اطرافم، طبیعت یه چیز دیگه بود. همیشه من موقع مصرف فکر میکنم طبیعت زیباتره، انسان‌ها بهترن، چون مواد اعتماد به نفس کاذبی به من میداد و هیچ موقع فکر نمیکردم مثلا یه بیمارم، یه معتادم. مثلا کسی به میگفت معتاد اصلا بدم میومد. آدمی که مواد سفید مصرف میکرد، ما تا تو خیابون مواد سیاه مصرف میکردیم، مسخرهشون میکردیم. مثلا فکر نمیکردم یه زمانی خودم به اون مقطع برسم که مواد سفید رو تجربه کنم. تا اینکه حالا این کار خدا بود، لطف خدا بود، ما با انجمن آشنا شدیم. اولین باری که وارد کمپ شدم تازه فهمیدم بیماری اعتیاد چیه و اینا باعث شد که آگاهی رو پیدا کنم نسبت به انجمن. حالا میزان عملکرد خودم باعث شد که تا این حد بیام لغزش کنم، ولی موضوع جلسم چه بحرانایی باعث شد که ببودی روی بیاورم، همین آگاهی نسبت به انجمن و نسبت به بیماریم و شناختی که من از آیندم پیدا کردم و همیشه این چی تو ذهنم بود که اگه ادامه بدم یه روزی به یه فلاکتی میرسم که دیگه هیچ کس منو گردن نمیگیره. یعنی من هیچ فرقی با دوستای دیگم ندارم که کنار جدولن، سرشون تو سطل زباله است و یه روزی من اون حس رو تجربه میکنم و همین آگاهی باعث میشد که حالا شاید بعد از 7 ماه 8 ماه 1 سال لغزش میکردیم، دوباره 6 ماه انقدر دیگه عذاب وجدان فشار می آورد دوباره می اومدیم سمت قطع مصرف. و تنها چیزی هم که باعث شد من تو این مسیر شاید 14 سال تو این برنامه‌ام و هیچ موقع نتونستم درست بیام بالا پاک بمونم، همین نداشتن عمل کرده. یه حس تفاوت بود، یه خودخواهی بود، یه خودمحوری بود، یه گوش ندادن بود. اینا باعث شد که من بیام همه چیزها رو خودم تجربه کنم. حالا ما خیلی وقتا گوش نمیدیم به حرف دیگران، باید خودمون بریم سرمون به سنگ بخوره بعد برگردیم. و امروز خیلی سر من به سنگ خورد. 14 ساله دارم هی میرم و میام، هی لغزش میکنم. حالا دوستانم میگن 12 قدم رو کار نکردی، لغزشی نیستی، حالا ریزشی هستی. حالا به هر نحوی زندگیم غیر قابل کنترل شده بود دیگه. بحران چی از این بیشتر که آدم اراده برای زندگی خودش نداره، تصمیم گیریاشو یکی دیگه انجام میده. به واسطه مصرف مواد مخدر این تصمیم گیری های اشتباه، انتخابای اشتباه که امروز زندگیم یه جوری شده که واقعا حسرت میخوره آدم که چرا گوش نداد، چرا پاک نمون. و همین بحرانا باعث شد که ما بیایم تو انجمن دوباره تلاش کنیم، صبر کنیم، قدم ها رو کار کنیم و برسیم به اون نقطه‌ای که خودمون واقعا از خودمون لذت ببریم. من واقعا تو مصرف موادم از خودم حالم به هم میخورد. انقدر دیگه تصمیم گیری های اشتباه میکردم، مثلا نه بچه برام مهم بود، نه زن برام مهم بود، نه زندگی برام مهم بود. ولی امروز وقتی مواد میره کنار، افکارت باز میشه، خیلی چیزا میاد تو ذهنت، یه حس خوبی نسبت به زندگیت پیدا میکنی، امید میاد تو زندگیت، انگیزه پیدا میکنی، هدف پیدا میکنی و اینا همش لطف خدا بود که شامل حال من شد. من حالا خیلی از دوستای دیگه فکر میکنیم مثلا اگه یه بار دیگه دنیا بیایم دیگه اینجوری زندگی نمی کنیم، ولی من با این مغز خراب 10 بار دیگه بیام دنیا همینم. من اگه قدرت تغییر زندگیمو داشته باشم از همین الان شروع میکنم به تغییر دادنش. من با این مغز خراب هر بار دیگه بیام دنیا همین مسیر رو انتخاب میکنم، یه مسیر اشتباه. بازم شاکر سپاسگزار خدام با انجمن آشنا شدم، این آگاهی رو بهم داد نسبت به بیماریم که چه جور بیماری دارم و چقدر پیشرونده و کشنده است. بابتش ممنونم و اینکه دوستایی مثل شما دارم خیلی ممنونم. حالا ما تو لایوا سعید جان کامنت ها زیاد شوخی میکنیم، اینم بیماریمون
من معذرت خواهی میکنم، همه دوستان یکم شوخ طبعیم ماشاءالله. اینجوری قبول نیست. بعد هر وقت خواستی بلاک کنی محترمانه بلاک کن، بگو گم شو بزن. خودت باید با خودت یه لغت بزنی بنزی خودتو بیرون، من کاریت ندارم. آره دیگه. ولی هر موقع خواستی معذرت خواهی کنی مثل مرد معذرت خواهی کن. غلط کردم گذاشتم برای اینجور جاها. غلط کردم. عزیز دلم قربونت برم. عزیزم من کوچیک همه دوستانم، حالا بعضی وقتا شوخی میکنیم ببخشید. نه آقا شکر خدا. یه جاهایی که نیاز نیست نخندون. میدونی این یعنی یه لحظه اینجا دیدی من اصلا نمیتونستم خودم نگه دارم، کلم گرفته بودم این ور بعد دیگه نیازه دیگه. تو هم خسته میشی پشت اون صندلی میشینی، باید یکم بخندی، یکم چایی بخوری، پیازم باش بخوری. قربونت برم. اینا همش لطف و انجمنه دیگه، انرژی هم باید باشه دیگه. آره باشه. دمت گرم. الان چندم سعید اتریش؟ امروز 20م اینجا فکر کنم یکم ها 11 روز نمیدونم یا 13 روز اختلافه. آره اینجا امروز شکر خدا ما الان برج 5 هستیم ولی ایران برج 2 فکر کنم. آره ایران برج 2 شد دیگه. آره 31 روزم بود. این دو تا اینم 11 تا میلادی اونجا شمسیه دیگه. امروز هم یکم باشه شکر خدا. اصلا شدم 74 روز دیگه امروز. میلادی حساب کردی شمسی؟ من به وقت اتریش حساب کردم 70. دمت گرم عزیز منی. خلاصه ببخشید دیگه بعضی وقتا میخندیم. اشکتو در میارم فردا شب. آره خدا انرژی میدی، این خیلی خوبه. ولی شوخی موقعی قشنگه که کسی ناراحت نشه. اگر این موضوع رعایت بشه، یکی از اصولهای روحانی انجمن ما اصل شوخ طبعی هست. امروز وقتی من شوخ طبع باشم اما کسی رو ناراحت نکنم، به کسی توهین نکنم و کسی از دست من رنجیده خاطر نشه، این بهترین اتفاقیه که میتونه یک بعد یه چیزی بدونم داداش، کسی که 12 قدمو کار کنه ناراحت بشه باید برگرده از اول کار کنه. من این 12 قدمی تو لایو امتحان میکنم ببینم کدومشون پذیرش. برج 4یم. آره برج 4. اتریش برج 4. آره این آمارشو داره. ببین قدمات از نو کار بسید. من قدم چیز 13 رو خوب کار نکردم. برای چیز تقویم قدم 13 اونه که چجوری مصرف کنیم که بقیه نفهمند. قدم 13 اونه. بس دیگه در نمانه. شب خوبی داشته باشی عزیزمی. قربونت برم. خستم نباشی. واقعا خدمتت قبول. از همین روزاست 2 تا بال در بیاری و بشی فرشته زید. اینقدر خدمت صادقانه میکنی، اینقدر که عزیزی. الان تیکه انداختی؟ نه واقعیت من تو عمرم یک دقیقه جدی صحبت میکنم، اینم 1 دقیقه این بود که بهت گفتم. بقیهش کلا شوخی. کلا شوخی بود؟ نه 1 دقیقه آخر جدی بود. دوست دارم. عشقی احسان، واقعا تو آدمی هستی که خیلی دوست داشتنی هستی و فدات بشم عزیزمی. باور کن یعنی بودن با تو آدم سیر نمیشه و همیشه حالش خوبه. این یکی از حسنایی هستش که خداوند به تو داده و تو میتونی این رو لطف خداست دیگه، ما کاری نیستیم. بعد این پندقه نمی من 2 تا میگم چه سری تاییدم میکنه. بذار حرفم تموم شه. حجتم اگه تو لایو است، من شوخی کردم گفتم بیا دایرکت، اما من تو خودم هم موندم. خودم الان چیزو گفتم یه رجوع بگیرم حداقل تو 74 روز باقی. دمت گرم خدایی عزیزمی. شبت خوش. اونور میبینم. آره بیا پشت دیوار. خداحافظ.
سعید زبدره رو هم گم کردم. زبدره کجاست؟ الان من زبدر برات میزنم خودت یعنی شد. پرپر بشی. البته چیز کن، بمون، لازم نیست بری چون درخواستی هم نداریم و اگر درخواستی وجود نداشته باشه نیم ساعت هم وقت داریم البته تا این یک ساعت داداشون پر بشه. موضوع پینو اگر چیز کن، جان موضوع پینو عوض کن، کلا بزن دور همی با عشق دوستان. نه اصلا به اونش کاری نداریم، ولی خب منتظر میمونیم یکی دو دقیقه. اگر دوستی تمایل داشت برای مشارکت هستیم در خدمتش، اگر نبود دوستان هم هر کدومشون سوالی دارن میخوان تجربه در اختیارشون بذارن سوال کنن ها. من سالی یه بار میام لایف. راست میگه. این صدای چیه توی لایو میاد؟ مثل حالت من نیست داداش، من نیست. من نبودم. نه این صدای حالت وایزه، انگار که سپاه مثلا صدای پارازیت رادیوییه. چهرم سیاسیه، سپاه پارازیت میندازه. برو دیگه، برو پایین. نمیخواد بمونی، برو پایین. نمیخوای دعا کنم؟ چرا؟ برای صدای تختای خالی چیه؟ بیمارستان الان همشون پرن. تو هنسفری داری گوشید؟ من نه. مستقیم صحبت میکنی؟ آره خیلی دوست دارم از اینا بخرم ولی پول ندارم. سعید نه میخواستم ببینم چون بعد موقع هنسفری این شکل میشه صدا رو. نه ما از این لوس بازی ها بلد نیستیم. آقا میگه صدای منم واضح نیست. تو یه دقیقه برو پایین دوباره بیا بالا. کلا به چالش کشیدید همه چی رو. الان صدا بهتره؟ حسین بیا بالا برای دعا. دعا رو امشب تو بخون. احسان و حسین بیا این بالا. الان صدای من میپیچه بازم؟ الان درست شدم. متشکرم. میگم دیگه تقصیر این احسانه بود دیگه. حسین امشب تولدشه، میخوایم بیام دعا کنه. آره بذار ببینم هنسفری ما بزنم ببینم خوب میشه. الان از کجا میاد؟ وسط های چا میاد یا بازم ته چاه؟ الان فکر میکنم بهتر شده باشه. حسین احسان متشکرم. غزل جان. قزلباش، ببخشید میگم غزل جان. قزلباش قزلباش عزیز. قزلباش میشه افسرهای قدیم، اسم افسرهای قدیم بود. وای داده وای. بله چشم حتما دوستمون. حسین جان جانم. عرض ادب. دوستایی که دعا رو حالا اگه منم نیاز هست چیزی بگی بگو و بعدش میریم برای دعا. امشب تولدته، تو اگر دعا بکنی میگیره آقا. چند تا موضوع رو من بهت میگم، اونها رو مد نظرت باش. یکی
دوستمون سمیه رو دعا کن، یکی دوستمون بهروز رو دعا کن، مازیار رو فراموش نکن، مادرش رو، خواهرش رو و منم دعا خواهرزادش رو. بله مال افغانستانه، قزلباش مال افغانستانه. چیزه قزلباش برای، البته تو کابل زندگی میکنن الان، یک چیزن دارم من اینجا رفیق دارم که قزلباشه ولی اصلشون کابلیه. سعید جان پایتخت ارمنستان؟ نه کابل افغانستان. نه میگم پایتخت ارمنستان هم بگو دیگه. اون چیزه ایروان. هشت شنبه. حسین جانم. آماده ای؟ آره دیگه. مصطفی هم میگه حسین جان میام. برای ما هم دعا کن دیگه. من کوچیکتونم قربونت برم. سعید جان کسی دیگه نبود که بتونه این کارو بهتر از من انجام، قطعا هست که بهتر از من اصلا کی انجام بده. بهتر از شما حسین جان؟ قرار کی نیست بهتر که از شما؟ یه من چیزی باشه کوچیک که همه بگن اون چیزی که تو دلت هست. آره نیاز نیست که خیلی طولانی باشه. بنویسش داداش، نمیتونی؟ احسان از خود خدا کمک میخوام که کمکم کنه. بله هستیم کنارت، نترس، برو جلو و اون اسامی رو که گفتم یاد نره. چشم. قربونت برم. شروع کنم. اگر سخنی هست، حرفی هست، احساسی هست، چیزی وجود داره میتونی قبلش بگی، صحبت بکنی. حالا قبل دعا و حسین جان من یه سلامی هم میکنم به این آقا محسن حیدری، آقا سعید، هم از بچهای انجمن استان کرمانشاه. و آراستی علیرضا، دوست علیرضا که مشارکت کرد، اون رو فراموش نکنید. راست میگم. محسن میای بالا محسن؟ آره محسن یه نفر دیگه هم میتونه بیاد بالا. دعا رو میخوایم اینید با عشق بخونیم. شروع کنم. این آقا محسن یه مقطعی راهنمامون بود آقا سعید. آره آره، پس یکی از بچهای گل استان کرمانشاه. آره دوستمون قزلباش هم دعا کنید که حسین جان یه نفس عمیق بکش. آره کلی دعا بگو همه رو با هم دیگه تا جایی که یادت میاد. اونجا نداری یکی کچت کنه؟ اینجوری هستی وزنه بردارا میرن وزنه بردارن میزنن تو صورتشون. عجب. اجازه میدین شروع کنم؟ خواهش میکنم آقا، بفرمایید بفرمایید. من که اجازه من دست شماست. من اینجا هم که بله. از خداوند میخوام که کنارمون حضور پیدا کنه. از خداوند میخوام که اون چیزی رو به زبون بیارم و جاری کنم که نیاز همه دوستانی باشه که التماس دعا داشتن. از خداوند میخوام کلیه کسانی که تو این لایو بودن نیاز به دعا داشتن، اگر من قابل باشم براشون دعا کنم. اول دعا میکنم برای همدردام در هر جای دنیا که هستن بتونن روز به روز با آرامش زندگی کنن. از خدا میخوام که همه اون مادرانی که الان دارن زجه میزنن، اشک میریزن از اعتیاد فرزندانشون، از اعتیاد شوهرانشون، از اعتیاد بچه هاشون، کلن دارن درد میکشن، از خداوند میخوام که کمکشون کنه با اون ریسمانی که به سمت همه ما دراز کرد به سمت اونا هم دراز کنه. دعا میکنم برای همه عزیزانی که الان درگیر این بیماری هستن یا خودشون یا عزیزانشون درگیر این بیماری هستن. از خداوند میخوام که
هر چه زودتر شفای عاجل بهشون بده. از خداوند میخوام که هیچ مردی تو زندگیش شرمنده زن و بچهش نشه، شرمنده سفره زن و بچهش نشه. از خداوند میخوام که یه جوون دیگه کمتر از درد اعتیاد بمیره، یه خونه‌ای بی سرپرست بشه، یه مادری بی فرزند بشه، یک زنی بی شوهر و بی سرپرست بشه. از خداوند میخوام که یه لیاقتی به اون بده، همزیستی و کنار هم با مسالمت زندگی کردن، تحمل کردن همدیگه رو، احترام گذاشتن به سلیقه و عقیده همدیگه رو، این فهم و شعور رو به اون بده. برای دوستانی که تو لایف مریض داشتن، بیمار داشتن، مادر دوستمون آقا مازیار، مادر سمیه جان و همه مادران سرزمینم که به نوعی گرفتار بیماری هستن، از خداوند میخوام که عاجزانه میخوام که به همشون کمک کنه و دوباره اون شادی و نشاط و اون جریانی که مادر بودن در زندگی اجرا میکنه رو خداوند شفا بهشون بده. برای دوستمون بهروزم دعا میکنم که هرچه از خدا میخواد بهش بده. و در آخر دعا میکنم برای همه مردمان سرزمینم، به هر نوعی، به هر دردی، به هر گرفتاری دچار هستن. ای خدای بزرگ کمکشون کن که آرامش و سلامتی داشته باشن، آرامش و سلامتی داشته باشن. هیچ نعمتی بهتر از این دوتا نیست. ای خدا به هممون عطا کن، بزرگی، بخشندهی، کریمی. از خدا میخوام که تمامی کسانی که صادقانه با نیت خیر، با انگیزه سالم، به هر نوعی دارن خدمت میکنن به هم نوعانشون، از خدا میخوام که هیچ وقت درگیر بیماری نباشن، هیچ وقت سلامتی از وجودشون بیرون نره. و در پایان از خدا میخوام همه این 15 نفری که توی این لایف هستن هیچ وقت آرامش از زندگیشون بیرون نره. آمین. آمین آمین آمین. سعید جان صدام هست؟ بله منتظرم بگی خداوندا رو بگی. خب چند لحظه سکوت میکنیم، دعا میکنیم برای دوستانی که واقعا در عذابن، از بیماری اعتیاد فعال دارن رنج میبرن. دعا میکنیم برای همه اون دوستانی که در حال سمزدایی، از خدا میخوام کمکشون کنیم بتونن راحت‌تر به این دوره از زندگیشون هم پایان بدن و هر چه سریعتر سلامتشون رو به دست بیارن و درد کمتری متحمل بشن. خداوندا آرامشی عطا تا بپذیرم آن چرا که نمیتوانم تغییر دهم.
شهامتی که شهامتی که تغییرم آن چرا که می و دانشی که و دانشی که تفاوت. حسین خدا میگم خیلی سکوت عجیبی بود. من منتظر حسینم. حسین خدایی برای اورژانس حرف نداره، یارو طرف میمیره بعد میگم حسین این آمپولشو بزن داره میمیره، یه چند لحظه سکوت. خب اگه من این کارو نمی‌کردم شما الان چطوری اینطور میخندیدین از ته دل؟ خدای حسین همیشه قرار اونجوری که کار باید ما میخوایم پیش بره. خدا دل درد گرفتم، بعد هی منتظر تازه که صدا بیاد. یعنی برای متخصص بیهوشی هم خوبه، یارو رو بیهوش کنی دیگه به هوشش نمیاری. یارو میگه خداوندا منو به هوش بیار. خیلی باحال بود خدایی. من هیپنوتیزم بهش بکنم. اشکم در اومد. صادقانه بخوام بگم من دیگه این دعای آخر کار رو خداوند رو فراموش کرده بودم. ببین این 3-4 دقیقه مشارکت یه طرف، این سکوت زیبا یه طرف. عجب آقا گناه از بنده و عفو از خداوند، دیگه چیکار کنیم؟ لامصب انگار مثلا مفسرمونم از ما هم حرف نمیزدیم، میترسیدیم ازش حرف بزنیم. ببین من گفتم یه احسانو نیارم بالا، این اذیت میکنه. خب اگر این نمیخندید منو خندم نمیگیره. این خندید. آخه جالبه دیگه 1 دقیقه فیس تو فیس شدیم ما چیزی نمیگیم، الان ملت میگه اینا اون تازه واردی که میاد طولا میگه اینا چرا حرف نمیزنن، چرا نگاه هم دیگه میکنن. الان میگه این انجمن ناشنوایانه. همیشه باید ارتباط کلامی باشه. اتفاقا من خیلی عالی داشتم ارتباط احساسی برقرار. آره به خدا. آره حسین تو اون سکوت دیدین زنه پایین از اخبار ناشنوایان میگه. زنه اونجا بود. عاشقتونم عزیزم. حسین شبهای دیگه هم منتظرتیم، همین ساعت، همین سکوت، همین مکان. دیگه هر شب که نوبت من نیست دیگه. خدا وکیل سکوت و قشنگ برقرار میکنی واقعا. بله. هیچ کس هم جرئت نداشت حرف بزنه، انقدر دوستمون پرش داری حسین جان. درخواست داده ببینیم حالا چند من کوچیک عزیزم حسین جان. حسین باش. قربونت برم، با عشق همتون رو دوست دارم. قربونت برم باش. سلام دوست عزیز. سلام دوستان. سعید جان. قربونت برم. تا احسان چشم منو در نیاورده منو پرت کن پایین. نه عزیزم چشمایی تو حسین جان عزیزمی. اینجا خدا گرداننده است، من کاری نیستم. سلام سعید جان، سلام دوست عزیز. عزیز دلم حجت جان. حالمون گرفته بود، اومدیم تو لایو این سکوتو دیدیم یه دفعه خنده اومد، یکم حال احساسمون بهتر شد. بابت این خداوندم جزء برگزیدگان خداوندم که در راستا بهبودی قدم برمی‌دارم. در نبود جلسات سیاه، در نبود جلسات منطقه ما سیاه وضعیت، با این وضعیت هم که خودم پرسنل بیمارستان هستم و نزدیک 1 سال خورده تو تنهایی منزوی و گوشگیری دارم زندگی میکنم. تنها پناه و امید و در روند بهبودی من لایوای بهبودی هن مجازیه. بابت این شکرگزار خداوندم. صدام نمیاد آقا سعید؟
صدای شما میاد. این صداتون هست، صداتون. حسین صدامون نداره، فرفر میزنم وسط. حسین جان میزمت پایین راحت باشی. آره. و الان خدا شکر میکنم مایت بیماری اعتیاد شناختم بعد 13 سال پاکی، بعد کوله‌بایی از غم و بدبختی و درد و تلاش و هدف و بیسوادی و سواددایی، بعد قدم کار کردن سینه به سینه، بعدش قدم سال نوشتن و اینا، اشتیاقی درونمون شکل گرفت که ادامه تحصیل دادیم و باعث بانیش این شد خانمم نزدیک ساعت 10 صحبت میکرد با هم تصفیه شهرستانه. به خاطر بچه هم دلتنگم، میبینم چون تصفیه حالم گرفته میشه. یه دوچرخه‌ای خریدم براش، سر یخچال گذاشتمش، دیدی؟ بله. یه دوچرخه خریدم براش. اون موقع که این دوچرخه رو خریدیم کرونا اومده، روز تولدش بود، بچه ها دور شدن، هنوز سوار این دوچرخه نشده. امروز گریه میکرد، گفت بابا این دوچرخه ما برام بیار. دلم گرفت. گفتم خانم هم صحبت میکرد، میگفت نزدیک 2 سال پیش کارگری بیل میزدی، میرفتی با دوستات بنایی کار میکردی، شرایط زندگیمون بهتر بود، خورد خوراکمون بهتر بود، رفته شدمون بهتر بود. اون موقع که رفتی پرسنل بیمارستان شدی، این وضعیت پیش اومده که باعث میشه از همدیگه دور باشیم. این هم خواست خداونده. منی که کارتون خواب بودم 13 سال پیش، در به در یه نخ سیگار بودم، یه نون بربری بودم. از سنت هفتم بهم کمک کردن، بچه ها بهم لباس دادن، حمایت هم کردن و هدف برای خودم تعیین کردم. درد کشیدم، گریه کردم تو جلسات، بی احترامی شنیدم، دنبال کسایی گشتم که هدف دارن، دنبال کسایی بودم که در روند بهبودی پیشرفت میکردن و منم که بعد چندین سال به اون هدفهایی که میخواستم میرسیدم، ولی دارم درد میکشم، ولی دردا شیرینه. به خاطر چی؟ منی که زن بهم نمیدادن، الان 2 تا بچه خوشگل دارم. وقتی میبینم چون درست دلواپسشونم، اینم مایت بیماری اعتیاد منه که میاد حالمو میگیره، به خاطر فکرمو درگیر میکنه، باز میشه اشتغال فکری برام میاره. تنها پناه من کلید بهبودی مشارکت کردن صادقانه است، مشورت کردنه. بابت این شکرگزار خداوندم که بتونم یه روز پاک و یه روز خوب داشته باشم برای فردا، که بتونم برم به بیماران خدمت کنم صادقانه، قدم 8 بتونم جبران خسارت بکنم. به خاطر چی میگم قدم 8؟ من بارها بود پدرمو میزدم، مادرمو میزدم. خب برادری داشتم به واسطه این مصرف مواد مخدر فوت کرد. الان بچه خودم اسمشو گذاشتم محمد به نام او. با پدر مادرم میگفتند اسممونو باید بذاری، چون من نزدیک چندین سال به خاطر همین برادرم که فوت کرد از خانواده دور بودم. میگفتند باعث بانیش تو بودی که فوت کرد. بابت این روشنبینی به خانوادم داده و خودم داده که واقعیت زندگی رو بپذیریم. بابت این شکرگزارم و یه احساس دارم که امروز تو بیمارستان برام پیش اومده. بذار بگم و خداحافظی کنم از شما که منم بتونم استراحت کنم، به فردا صبح بلند شم برم سر کار. امروز سر کار بودم. نبین الان خوشحالم. من 2-3 ساعت پیش خیلی گریه کردم. واقعیت بغض دلمو با گریه میندازم بیرون. تنهاییه دیگه، دیدی معتاد و تنهایی و گوشگی و منزوی میشه. امروز سر کار بودم، وضعیت قرمز، نزدیک 14-15 تا بخش شدن. بخشای کرونا آژانسامون یکی بود، الان شده 2 تا. وضعیت سیاه، قرمز نیست. یه چند تایی اومدن به نام جهادی، حاج آقا اومده، چند تا از اینا اومدن از این مساجد و اینا که کمکمون بکنن که بتونیم تو درمان کرونایا ما مثلا شرایط سختیم حمایتمون بکنن. یه چند تا آوردن، منو فرزان با لباس کرونایی. خوزستان خیلی گرمه، با کولر هم باشی بازم گرمه. این لباسا خود دیدی بادگیرن. دیتو که داشتم میرفتم بغل آسانسور بودم، وینچر دستم بود، دارو و سرم و چیزا تو وینچر بودن و اینا. اومدم یکی از این حاج آقا گفتم بیا یه کمکی بهم بکن. دیدم حاج آقا در اومد گفت کار من نیست این. گفتمش پر اومدی اینجا سرشو بگیری. گفتمش اومدی اینجا سرشو بگیری.
خیلی بیماریم فعال شده بود، درد میکشیدم، اعصابم خراب بود و اینا. گفتم با اومدی اینجا چیکار کنی؟ با این نمیخوای حمایت بکنی، منو کمک بکنی، با اومدی سرشو بگیری. یه لحظه حاج آقا جا خورد، در اومد گفت این چه حرفیه زدی؟ سرش چیو بگیم و اینا. من دیدم اشتباه کردم یه حرف زدم و اینا. گفتم این سر وینچر رو بگیر منظورم، و اون برداشت بد، منظورم بد بود نه که برداشت بد کرد. دیدم بعد به مسئولشون گفت، مسئول بزرگترشون گفت، اونم به مسئول بزرگتر خودمون گفت، کشیدنم بالا. بیماری فرقران کرد، کشیدنمون بالا. دیدیم مسئولمون در اومد گفت این چه حرفی بود بی ادبی زدی بهش و اینا. گفتم بابا، گفتم بیا کمکم کن، با اومده اینجا جهادی چیکار کنه؟ و من گفت اشکال نداره، الان که تو برو سردخونه رو بشور. سردخونه 18-19 تا کرونایی توش، کشوها همه باز کرده. گفت بشورش، تنبیه. رفتیم ما هم تی خوشکن با لباس کرونایی رفتیم سردخونه رو شستیم و اینا. اومدیم بیرون میخواستیم بیان بیرون، دیدم چند تا اینا اومدن بالا سر مرده داشتن قرآن میخوندن و اینا. من خیلی اعصابم خراب بود. اینا اومده بودن جهادی اینجا کار کنن، اومده بودن کار کنن، کمک ما بکنن که بتونیم یه اذیت نشیم و اینا. دیدم اومده بودن بالا سر مرده قرآن میخوندن. من اعصابم خراب بود، رفتم بهشون گفتم بابا زنده هامون اینجا هستن، شما رفتید دنبال مرده، بابا بیا ما اینجا کمک کنید، ما اینجا دهنمون سرویس شده، شما رفتید بالا سر مرده قرآن میخونید، زنده ها رو بچسبید. خب من 1 سال و نیم دارم درد میکشم اینجا و اینا. دیدم یکی از دوستان بهبودی که اونجا همکارمت کشیدم کنار، گفت بابا جانم عزیزم 1 دقیقه دیگه لاف قطع میشه و الان من دیگه آخرش بود. یکی دوست عزیز منی یا سعید، قلب منی، عزیز منی، این دوست بهبودی که همکارم هست که خیلی حمایتم کرد که رفتم سر کار، گفت حجت جان زیاد پیش اینا نشو، کاری میکنی نون خودتو میبویی، کوتاه بیا. بابا اینا اومدن چند تا مثل اخراجی ها عکس بندازن برن، مثل فیلم اخراجی ها. ما خودمون کار خودمون میکنیم، سپردیم خودمون به خدا و هرچی قسمته. بابت این شکرگزارم که آگاهی انجمن معتادان گمنام داده و دوستایی هستن باشون مشورت میکنم. به نام خدا حجتم معتاد 13 سالو 13 خیلی خوشخنده از دوست ما، 13 سالو 2 ماه و 2 روز پاکم. دم شما گرم حجت جان. ممنون. قلب منی. کردی اومدی، قربون تو برم. و احسان جان ازت تشکر میکنم عزیزم. قربونت برم حسین جان. بازم تولد تبریک میگم عزیز. واقعا گلی، واقعا ماهی. من دوستت دارم، دوست عزیزی هم که تا به این حال، تا به این لحظه با ما بودن. از همتون تشکر میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فردا شب ساعت 11. خدا یار و نگهدار همگیتون. خداحافظ حجت جون. ماشاءالله. قلب منی. خداحافظ. سعید نمیشه زنگ بزنی این استا 5 دقیقه دیگه بفرست رو لایف؟